دادگاه نظامی تاجیکستان حکم یک سرباز را بی تغییر گذاشت که با گناه به مرگ رسانیدن همخدمت شهرت تولایف به 6 سال زندان محکوم شده است. نتیجه های تفتیش نوبتی مرگ مرموز سرباز قطاری شهرت تولایف سبب های خودکشی احتمالی این جوان را ثابت نکرد. به قول دلشاد جورای وکیل دفاع والدان سرباز کشته شده، تفتیشات لتو کوب شدن شهرت تولایف از طرف میرزا حامد میرزا بایف را ثابت کرده است، ولی برای چی شهرت خودش را پرانده است معلوم نیست و آشکار نشده است. به قول وکیل دفاع تاجیک، آنها به دادگاه بالای شکایت میبرند. به گفته دادستانی ها، میرزا حامد میرزا بایف 16 اکتبر سال گذشته 3 همخدمتش از جمله شهرت 21 ساله و 2 سرباز دیگر را به اتاق درآورده و با کمربند سربازی به سر و منه آنها زده است. گویا بعد این حادثه شهرت تولایف بر رفتار همخدمت خود تاب نآورده، خود همان روز هنگامی در هیئت پاسبانی قرار داشتن به سلاحی که داشت به زیر منش 2 تیر میزند. این روایت است که والدان شهرت تولایف ساکنان ناحیه راشقله به آن باور ندارند، به این دلیل که به باور آنها یک نفر نمیتواند به خود یک بار 2 تیر بزند. آنهایی که همین گونه به خلاصه های رسمی تفتیشات در زمینه مرگ فرزندانشان در ارتش باور ندارند کم نیستند. در میان آنها بسیاری ها باور دارند که حالت های زیاد عاملان اصلی جنایت ها بی جواب میمانند و با همین سبب هم وضع خشونت در ارتش که از مسئله مهتر سالاری آب میخورد حل نشده باقی میماند. دفتر آزادی های شهروندی که 5 سال پیش مشکل مهتر سالاری را یک عنعنه منفی خدمت سربازی در تایسان آمیده بود، میگوید در دوام 3 سال آخر 13 حالت جنایی به قید گرفته شده است که با اشتراک افسران و فرماندهان رخ داده. از این میان در 9 حالت با مرگ سربازان انجامیده است. دلربا صمدوی رهبر سازمان دفتر آزادی های شهروندی میگوید در مدت 3 سال اخیر مراجعت شهروندان عاید به حادثه های ناخوش در قسم های حربی افزوده است. کردنی جوابداری از طرف کماندیران قسم های حربی، کماندیران روته و زواد و بتالیون اینچنین از افسران می باشد، چون که و یا جوابگر هستند که مناسبت های غیر آیین‌نمایی پیشگیری کنند. نورالشان نظروف، گنرال بازنشسته نیروهای سرحدبانی، روز 13 فوریه در ارتباط به این مسئله به رادیو آزادی گفت: شیخ مدیر کشید هر یک افسر مثل روبر همون حربی های حرکت میکنه که اومد دوغ نگیرد، یکم در نسبت یکم گپ خبر زیادی نشود. البته بعضی حادثه‌ای که حادثه‌های ننگینی که در اون قسم حربی روی میشه، البته باید میخواد پنهان کنه. حمایت از آبروی حربی در بعضی حالتها وادار میکند که فرمانده قسم حربی و یا رهبر نهاد قدرتی حادثه های ننگین در صفهای خود را پرده پوش کند و در نهایت چنین مناسبت حادثه های زورآوری و شکنجه و دیگر واقعه‌های ناخوش را کم نمی کند. نمونه این حادثه ها پرونده شهبال میرزایف و بحث دادگاهیش با سرریاست سرحدبانی است که بعد 3 سال پیش از معیوب شدنش در یک لطوکوب شدید در ارتش تا حال روی جاگه است. سرریاست سرحدبانی از پرداخت خرج پوره طبابت این سرباز سرکشی می کند. والدان فردوس رحمتوف، سرباز دیگر یک قسم حربی وزارت دفاع، هم برای مرگ پسر پرداختن تنها 5000 سامانی مبلغ را ناچیز می حسابند.